سلام بچه ها، به آموزش امروزمون خیلی خوش اومدین. آموزش امروزمون یک جلوموی کاملا ورقه‌ای طور هستش. برای این سبک ما میایم قسمت گوش تا گوش مشتری رو جدا میکنیم. بقیه موهامون رو با کش میبندیم. من اومدم فرق کج رو برای این سبک امتحان کردم و انتخاب کردم. یه قسمت مثلثی همونطور که میبینین از قسمت بالای سر من میام جدا میکنم و کنار میذارم. حالا ادامه موها که باقی موندن رو به صورت مساوی به دو قسمت تقسیم میکنم، یعنی از همون قسمتی که خط هفتمون جدا شده و قسمت تیزی هست یک خط میندازم و موها به دو تا قسمت دقیقا تقسیم میشه. برای این سبک هم میتونین از تافت استفاده کنین، ولی خیلی بهتره که از یک چسب موی قوی مثل چسب موی آلبورا استفاده کنین و یک مواد چرب مثل حالا شاین یا تیجی. همونطور که دیدین من چسب زدم. قبلش من به کل مو تیجی رو زده بودم چون از قبل سرمانکن من چرب بود، ولی حتما شما هم تیجی بزنین هم شاین بزنین یا مثلا چسب مو بزنین که یک ماده سفت با یک ماده چرب رو حتما داشته باشین. قسمت مثلثی رو همونطور که دیدین من با یک لاینر جمع کردم و خطوطی رو از داخلش بیرون کشیدم. ادامه موهای اون قسمت مثلثی به عنوان یک راهنما ما پیچ میدیم و کنار کش موقت نگه میداریم و چه بسا کاملا، چون بسته به پشت موهاتونم داره، ولی خب فعلا به صورت موقت من پشت موها نگه میدارم. این به صورت راهنما هست و شما روی همین خطی که قسمت مثلثی رو گذاشتین باید روی همین بقیه قسمت ها رو سوار کنین که کاملا به سمت پشت بره و حالت خوبی بگیره جلو موهاتون. بقیه لایه ها رو به صورت اوریب میاین جدا میکنین، خط مستقیم اصلا نگیرین. دو لایه، یعنی یک لایه از کنار از سمت چپ و یک لایه از سمت راست جدا کنین. لایه ها رو همینطور که گفتم اوریب جدا کنین و با لاینر موقتا نگه میدارین یا با موی، هیچ کدوم فرق نمیکنه. روی همون خط راهنما این کار رو انجام بدین و بعد از اون میایم همون لایه‌ای که انجام دادیم رو به صورت فلسی آروم آروم باز میکنیم تا جایی که بهمون اون جلو مو اجازه میده و فکر میکنیم قشنگ میشه. اگه جایی دیدین که وزدار شده همونطور که میبینیم مثل موهای من توی ویدیو، بیاین با چسب مو بزنین و اون قسمت رو وزش رو کاملا بگیرین. چسب مو که میزنین، اون مویی رو که میزنین یک چند دقیقه که میمونه کاملا به همون حالت مو باقی مونه. چرا؟ چون چسب یک حالت فیکساتور قوی هست و مو رو به همون صورت نگه میداره. من یه دونه مویی اینجا اون قسمت بینش زدم که خیلی این قسمت های موجم رو پفدار نشون نده و چسبیده به سر باشه، چون اینجوری از نمای جلو که میبینیم خیلی خوشگل میشه. خواستین یه ریزشی هم میتونین بذارین، ولی من اینجا نذاشتم. شما هر قسمت که دوست داشتین میتونین ریزشی جدا کنین. بقیه لایه ها رو هم اوریب تا جایی که موها، حجم موها بهتون اجازه میده موها رو تقسیم بندی کنین. یعنی این مدل اینجوری نیست که شما بگین که آره حتما مثل مال من باید نمیدونم 3 قسمت بشه 4 قسمت بشه. نه، تا جایی که حجم موها بهتون اجازه میده که خیلی نازک نباشه خیلی هم کم حجم نباشه، که یه حالت فلسی خوبی بهتون بده و نه اونقدر ضخامتش زیاد باشه یعنی نشه کنترلش کرد و بمونه و ماندگار باشه، نه اونقدر حجمش کم باشه که کاملا لایه ها خیلی فرم بدی نگیره. یه حجم متوسط باشه، دقیقا مثل چیزی که تو ویدیو میبینید. من اینجا موها رو به 3 دسته تقسیم کردم. ادامه موها رو همونطور که میبینید در ادامه راهنمام کنار کشم نگه میدارم. لایه آخرم رو من به صورت فلسی قسمت پایینش رو همونطور که میبینین میکشم و قسمت بالاییم که خالی میمونه رو با ادامه لایه قبلم من میام همونطور که میبینین بازش میکنم و حالت فلسی بهش میدم که یه حالت خیلی اوکی بگیره. برای این جلو مو شما میتونین هم فرق کج رو امتحان کنین هم فرق وسط. فرق کج طبیعتا بهتر و آسان‌تر هست. چرا؟ چون شما یک سمت رو نیازه که این کار رو انجام بدین برای مشتری و تایم زیادی ازتون نمیگیره، ولی برای فرق وسط شما باید به صورت متقارن هر دو طرف سر رو انجام بدین.
و خیلی هم فرق نمیکنه، ولی خب هر دوتاش هم قشنگی خودشو داره. برای این مدل، برای فیکس کردنش اون چسب مویی که میزنین بهتون، من اینجا پشت موها رو به صورت ساده جمع کردم که فقط شما ببینین که این جلو مو چه شکلی میشه، ولی خب هر شینیون خاصی میتونین برای پشتش بزنین. جلو موها رو همونطور که گفتم چون که چسب مو میزنین خودش به خودی خود همونجا میمونه. اگه دیدین لاینرها رو بر میدارین و تکون میخوره دوباره چسب مو بزنین. اگه با چسب دیدین وای نمیسه و موها خیلی سنگینه، میتونین به صورت 7 تا 8 یک مویی مخفی داخل مو فرو کنین.